ما در جنگل های شمال هستیم، در مناطق کاملا یشلاقی و لیلاقی، در جستجوی ماری بسیار بزرگ و تنومند. اینجا جنگل شمال است. این تنه درختی که میبینید به احتمالات بسیار بسیار زیاد دانشمندان یکی از لانه های بزرگ یک مار بوهاست. مار بوها یکی از بزرگترین مارهای عظیم و جسته در جنگل های شمال است. اینجا شمال است. اینقدر میگم اینجا شمال است تا بدونید ما آمدیم شمال. خب ما به دنبال مار آمدیم ولی مثل اسکولا از علف میگیریم. دوربین را میچرخانیم سمت دوستان و آشنایان. این قبیله‌ای که میبینید، این نه، این سمت، این قبیله‌ای که میبینید دوستان و آشنایان ما هستند. آنها نه به دنبال مار آمدند نه چیز دیگری، آنها به دنبال عرق آمدند. یک مش عرق خور الکلی گرد هم جمع شدیم، مست کنیم، بزنیم و برقصیم. این شخصی که میبینید سیس بروسلی را گرفته است، شاید باورتان نشود خود بروسلی است، معروف به سید داره نظاره میکنه تا ببینه کدوم قلیون خالیه تا به سرعت باد و برق از دست حریف بگیره. خب بریم بریم سمت دیگری. سپید مرد میفتیم. خب بریم در حال